درود خدمت شما دوستان عزیز. در این مجموعه آموزشی که در 4 قسمت تنظیم شده، مفاهیم ابتدایی بازار آپشن رو با هم بررسی می‌کنیم. این ویدیوها به صورت رایگان در دسترس همه شما دوستان قرار می‌گیره. در بخش 4 وضعیت مالی قراردادها، زنجیره قراردادها، نحوه اوردرگذاری در سامانه معاملاتی و پوزیشن های قابل اجرا روی قراردادها رو بررسی می‌کنیم. در ادامه گذری داریم به انواع معاملات و آفست کردن در قراردادهای آپشن. اما یه نکته که اینجا قرار بود در موردش در ادامه صحبت کنیم، ارزش ذاتی و زمانی رو توی قراردادهای دیگه هم بررسی کنیم. برای مثال قرارداد 3013 رو بررسی میکنیم. ارزش ذاتیش میشه 39 تومن. 39 رو با 80 جمع کنیم به عدد 119 میرسیم. پس ارزش ذاتیش مشخص میشه و ارزش زمانیش 17 ریال هستش. یک توضیح در مورد وضعیت مالی قراردادها بدیم. قراردادهای اختیار معامله یا به صورت بی‌تفاوت هستند که بهش میگن ATM یا ات مانی. قراردادیه که قیمت اعمالش با دارایی پایه برابره یا قیمت دارایی پایه 1 تا 2% بیشتر یا کمتر از اون قیمت اعمال هستش. قرارداد اختیار معامله در زیان یا OTM برای اختیار فروش، هر قرارداد اختیار معامله‌ای که قیمت اعمالش از دارایی پایه کمتر باشه و برای اختیار خرید هر قرارداد اختیار معامله‌ای که قیمت اعمالش از دارایی پایه بیشتر باشه بهش میگن قرارداد OTM یا out of the money. قرارداد اختیار معامله در سود یا ITM in the money برای اختیار فروش قراردادیه که قیمت اعمالش از دارایی پایه بیشتره و در مورد قراردادهای اختیار خرید یا کال اپشن ها قیمت اعمالش از قیمت دارایی پایه کمتر هستش. اگر بخوایم به صورت شماتیک بررسی کنیم، قیمت اعمالمون 2000 هستش. قیمت دارایی پایه در محدوده 1-2% بالاتر و پایینتر باعث میشه که این قرارداد رو ما ATM معرفی کنیم. قراردادهایی که 1800 و 1600 هستند برای کال اپشن ها میشه قراردادهای در سود و قراردادهایی که 2500 و 3000 اعمالشون باشه رو برای کال اپشن میگیم OTM. و در پوت اپشن ها قراردادی که قیمت اعمالش در محدوده قیمت دارایی پایه با اختلاف 1-2% باشه رو بهش میگن ATM. قراردادهایی که اعمال کمتر از دارایی پایه دارند رو بهش میگن قراردادهای OTM و قراردادهایی که قیمت اعمال بیشتری نسبت به دارایی پایه دارند رو بهش میگن قراردادهای ITM. اینجا هم نمادهایی که دارای قراردادهای اختیار معامله هستند رو میتونید ببینید. اما در بخش زنجیره قراردادها یا آپشن چین شما میتونید لیستی از کلیه قراردادهای موجود رو ببینید که روی دارایی پایه منتشر میشن، هم از نوع کال هستند هم از نوع پوت با قیمت‌های اعمال متفاوت. قراردادهایی که علامت غروب خورشید کنارشونه، یعنی یکی از سررسیدهاش نزدیک میشه طلوع خورشید، یعنی قرارداد جدیدی منتشر شده روی اون دارایی پایه. با باز کردن هر کدوم از این زنجیره قراردادها شما میتونید سررسیدهای مختلف اون دارایی پایه رو ببینید. اگر روی هر کدوم از اینها کلیک کنید لیست قراردادهای منتشر شده و در حال معامله رو میتونید ببینید که در 2 ستون به صورت قراردادهای کال اپشن و پوت اپشن روبروی هم قرار گرفتند و قیمت اعمال به صورت مشترک برای کال اپشن و پوت اپشن هستش. اما سایر ویژگی هایی که برای هر قرارداد میتونید ببینید به صورت مجزا در ستون های مختلف نمایش داده شده که شما میتونید توی این قسمت
مواردی که براتون اهمیت بیشتری داره رو فعال کنید و بعضی از موارد رو میتونید غیر فعال کنید با برداشتن و گذاشتن تیک هایی که کنار آیتم های مختلف میتونید ازش استفاده کنید. روی هر کدوم از این قراردادها کلیک کنید، میتونید جزئیات بیشتری از اون قرارداد رو به همراه دارایی پایش ببینید که مشخصاتش فقط با این تفاوت هست که دارایی متفاوتی هست، پرمیوم ها متفاوته، اما تفسیر کلیشون شبیه همون مواردی هست که براتون توضیح دادم. خب حالا خوبه که یکی از این قراردادها رو توی پنل معاملاتیمون هم بررسی کنیم. برای مثال ما میخوایم بررسی کنیم زهرم 107 رو با کلیک روی اسم این قرارداد، اسمش توی کلیپ بوردمون کپی میشه، میریم توی پنل معاملاتیمون میتونیم به راحتی اسمش رو جستجو کنیم. حجم معاملات، چقدر بچه تضمین میخواد، اندازه قرارداد، آخرین اطلاعاتش، تاریخ تصفیه، قیمت دارایی پایه، بیشترین و کمترین قیمت که میتونه قابل توجه برای نوسانگیرها باشه با ترکیبی از حجم معاملاتش. همینطور قیمت پایانی هست. ادامه جزئیاتش رو میتونید توی سربرگ بعدی ببینید. اولین قیمت، قیمت اعمال، آستانه تعداد، چه تعدادی میتونید اوردر بذارید، از 1 حجم تا 1000 حجم توی هر اوردر. 5 روز تا سررسیدش داریم. تعداد موقعیت هاش 60613 هستش. من روی این قرارداد موقعیتی ندارم. تاریخ تصفیه نقدیش 20 فروردین 1403 هست و قیمت دیروزش هم 994 ریال بوده. اینجا میتونید اوردر خرید یا فروشتون رو تنظیم کنید که با کلیک کردن قیمت رو درج میکنید. حالا میتونید یک سری تغییرات بدین. فرض میکنیم ما میخوایم توی قیمت 80 100 حجم رو خرید کنیم که مبلغ مورد نیاز برای این معامله چیزی حدود 8 میلیون هستش و بعد درخواست خریدمون رو ثبت میکنیم. بعد از اینکه تا زمانی که معامله انجام نشده باشه در این قسمت موقعیتمون ایجاد میشه. همینطور میتونیم موقعیت فروش ایجاد کنیم. فرض میکنیم با قیمت 90 تومن 100 حجم رو میخوایم فروش بگیریم که وجه مورد نیازش 54 میلیون و 600 هست با توجه به وجه تضمین، چون ما هیچ موقعیتی برای این قرارداد نداریم و باید این مقدار پول در حسابمون باشه تا بتونیم این فروش رو درخواستش رو ثبت کنیم. و اما پوزیشن های قابل اجرا توی قراردادهای آپشن. قراردادهای آپشن عرضه اولیه نداره. هر کسی میتونه این موقعیت های خرید یا فروش رو ایجاد کنه. قراردادها رو دو دسته بیکاریم، کال آپشن و پوت آپشن، که ما میتونیم روی کال هم موقعیت خرید بگیریم هم فروش، که موقعیت خرید رو میگن لانگ کال و فروش میشه شورت کال. و روی پوت آپشن ها اگر خرید انجام بدیم میشه لانگ پوت و فروشش هم میشه شورت پوت. انواع موقعیت ها رو بر اساس اینکه خرید انجام میدیم یا لانگ پوزیشن داریم یا شورت پوزیشن داریم که توی اختیار خرید و فروش هم مثل حالت قبل هستش. انواع معاملات داریم که معاملات میتونه به صورت فزاینده یا کاهنده باشه. معاملات فزاینده ما موقعیت هامون رو یا ایجاد میکنیم یا افزایش میدیم که میتونه به صورت خرید فزاینده و یا فروش فزاینده باشه. و معاملات کاهنده تعداد موقعیت های باز رو کاهش میدیم یا آفست میکنیم که میتونه به صورت خرید کاهنده باشه یا فروش کاهنده باشه. برای مثال ما اینجا موقعیت هایی رو ایجاد کردیم روی قراردادهای زستا که این قراردادها به صورت فزاینده هستش و زمانی که بخشی از قراردادهامون رو کاهش بدیم، برای مثال اگر 800 تا اینجا از موقعیت رو فروش بگیریم و به 4000 برسونیم، کاری که انجام میدیم
معاملات کاهنده انجام دادیم و یا اینکه توی این موقعیت 6008 اگر این 1000 تا رو کامل آفست کنیم، در این صورت میگن که ما معاملات کاهنده انجام دادیم، یعنی موقعیت هایی رو که داشتیم در خلاف جهت موقعیت گرفتیم و تعداد موقعیت های بازمون رو کاهش دادیم. آفست چیه؟ یعنی اینکه موقعیت معکوس روی پوزیشنی که الان داریم بگیریم و از اون موقعیت خارج بشیم. برای مثال 100 تا موقعیت خرید روی زخود داریم. اگر 100 تا فروش روی همون موقعیت بگیریم میگن موقعیتمون آفست شده. در این صورت ما هیچ تعهدی نداریم. یا 500 تا موقعیت فروش داشتیم روی تستا، اگر 500 تا خرید انجام بدیم دیگه تعهدی برای ما وجود نداره و اصطلاحاً گفته میشه ما تمام موقعیتمون رو آفست کردیم. امیدوارم مطالبی که خدمتتون ارائه شد برای اینکه ابتدای کار بتونید معاملات آپشن رو شروع کنید